با سلام عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. بنده محمد سوری هستم، مدرس دوره‌های مختلف شبکه سخت افزار و سیستم‌های امنیتی حفاظتی. این دوره که ما در خدمت شما هستیم دوره A+ هست، که از دوره‌های مهم کامپتیا و دنیا، دوره ورود به اولین دوره ورود به دنیای سخت افزار. در این دوره ما میخوایم شما رو با تمام قطعات کامپیوتر آشنا کنیم. هر قطعه‌ای که داخل کامپیوتر هست، هر قطعه‌ای که داخل کیس هست، شما اون رو نمیبینید. کامپیوتر از چه قطعات تشکیل شده، این قطعه ها رو باید چجوری کنار هم بذاریم که کامپیوتر تشکیل بشه و به ما خروجی بده. در مورد CPU، رم، هارد، انواع هاردها، SSD ها، HDD ها چه تفاوتی با هم دارن. در مورد کارت‌های گرافیک، پاور، مادربرد، کیس، در مورد انواع کیس ها صحبت میکنیم. آیا کیس فقط ظاهرش مهمه یا نکات دیگه هم باید هنگام خرید کیس در نظر بگیریم. در مورد موس، کیبورد، انواع فنها، کاربرد فنها چی، این فنها رو باید کجا قرار بدیم، کجا یک کیس نصب کنیم، به چه شکل باید نصب کنیم که هوای گرم داخل کیس رو به خوبی خارج کنه. در مورد اسپیکرها، مانیتورهای LED، LCD، در مورد تمام این قطعات صحبت میشه به صورت حرفه‌ای و شما رو آماده میکنیم برای بخش بعدی. بخش بعدی که ما داریم بعد از قطعه شناسی کامپیوترها، یه مبحث دیگه داریم که شما باید بلد باشید. اینه که موقعی که شما میخواید این قطعات رو تهیه کنید به چه نکاتی باید توجه کنید. چون قطعه شناسی حالا یه مبحثی هست که شما میدونید این قطعه چه کاری انجام میده، به چه صورت انجام میده، کاربردش چیه داخل کامپیوتر. ولی خب موقعی که میخواید برید این قطعات رو تهیه کنید از بازار، یه سری نکات دیگه هم هست که باید بلد باشید. همه اینها رو به شما توضیح میدیم، جای نگرانی نیست. بعد از اینکه این اصلا از دوره ما کاملا کاربردی هست، زیاد سمت تئوری نمیریم، سعی می‌کنیم بیشتر عملی کار کنیم و کاربردی که به دردتون بخوره. هر جایی هم که نیاز به صورت تئوری بگیم اونها رو هم بهتون میگیم، جای نگرانی نیست. بعد از اینکه قطعه شناسی رو ما تموم کردیم و شما فهمیدید کار هر قطعه چیه و چگونه تهیه کنید، مبحث بعدیمون در مورد اسمبل کردن سیستم هست. اینکه شما حالا قطعات رو خریدید، تهیه کردید و قطعات مورد نظرتون رو آوردید و حالا میخواید اونا رو سرهم کنید. خب اسمبل کردن یکی از قسمت‌های مهم هست. شما باید بلد باشید که کدوم قطعه رو اول جایگذاری کنید، اسمبل بد چجوریه، اسمبل خوب چجوریه. نکاتی که باید توجه کنید موقع اسمبل کردن چه چیزهایی هست، جایگذاری فنها، در مورد اینها صحبت میکنیم. بعد از اینکه حالا چند تا سیستم رو با هم اسمبل کردید، مرحله بعدیمون نصب سیستم عامل هست. حالا چند تا سیستم عامل رو برای شما نصب میکنیم، سعی می‌کنیم که حالا 7، 8، 10 همه رو نصب کنیم و شما خب روی اینا مسلط باشید. چون بعضی سازمان ها حالا میرید دفاتر شرکت ها، یکی میگه ویندوز 7 میخوام، یکی میگه ویندوز 8 میخوام، یکی میگه 10 میخوام. باید همه اینا رو شما مسلط باشید که چجوری نصب کنید. بعد نصب سیستم عامل میرسید به نصب درایورها و نرم‌افزارهای کاربردی، آپدیت کردن درایورهای، آپدیت کردن ویندوز. همه اینها رو شما یاد میگیرید در این دوره. حالا سیستم عامل ها رو هم نصب کردید شما. مبحث بعدمون میرسه به سرویس و نگهداری. بعد از اینکه شما همه کارا رو انجام دادید و دارید از سیستمتون استفاده کنید، مطمئنا بعد از مدتی این سیستم نیاز به سرویس داره و باید شما سرویس کردن رو بدونید که به چه صورت هست.
سرویس کردن حالا که به این حال و روز نیفته خیلی مهمه. واسه سرویس کردن از کجا باید شروع کنیم، چه قطعاتی رو باید سرویس کنیم، اصلا چرا باید سرویس کنیم، لوازم مورد نیاز واسه سرویس کردن چی هست، اینها رو یاد میگیرید در حالا شاید این قسمت که مربوط به A پلاس نباشه ولی خب تکمیل کننده دوره است، حتما بین موارد بر میخورید، شما باید این رو بلد باشید. انواع پرینترهای لیزری، پرینترهای جوهرافشان، اینا رو فرقشون چیه، کدومش به درد ما میخوره، میخواید به یک سازمان پیشنهاد بدید، اونا حالا میگن ما پرینتر میخوایم، از شما مشورت میگیرن، باید بلد باشید که پرینتر مورد نظرشون رو بهشون معرفی کنید. در مورد کارتریج هاشون چجوری اینا باید سرویسن، چجوری باید شارژ شن، اینا اسکنرها، در مورد اسکنرها، ویدیو پروژکتورها و مواردی از این قبیل صحبت میکنیم که شما مسلط باشید به این قضیه ها. خب همونطور که گفتم این دوره کاملا کاربردی است، عملی هست، سمت تئوری نمیریم، ولی خب شاید سوال بعضی از دوستان باشه که این دوره به درد چه کسایی میخوره. به درد چند گروه میخوره. کسایی که مثلا میخوان به عنوان هلپ دسک داخل یک شرکت، دفتر، سازمان مشغول به کار بشه، حتما باید این دوره رو بگذرونه و خیلی مهم هست که این مواردی که گفتم رو بلد باشه. شما میرید داخل یه سازمان میگه یه سیستم نو میخوایم جمع جور کنیم، حالا هزینه زیاد نمیخوایم، یه هزینه متوسط، باید بلد باشید که چه قطعاتی رو شما سفارش بدید. قطعه شناسی رو باید خوب بلد باشید. خب این به نظرم خیلی آسان تر از اینه که شما برید بالای سر یک سیستم مال 7-8 سال پیشه، حالا رمش به مشکل خورده، حالش به مشکل خورده، باید واسش تهیه کنید. شما باید بدونید که چه نوع رمی روی این مادربرد کار میکنه، این مادربرد چه نوع رمی رو ساپورت میکنه. همینجوری نیست که شما برید بازار و یه رم تهیه کنید و بیایید بذارید تو مادربرد و کار کنه، نه اینجوری نیست. هر مادربرد رم مخصوص به خودش رو میخوره، سی پی یو مخصوص به خودش رو میخوره، سوکت سی پی یو با هم متفاوتن، سی پی یو با هم متفاوتن، یا اینکه میخوان آپدیت کنن سیستمشون رو، یه رم 2 دارن میخوان 4 بندازن، آیا اصلا مادربرد ما ساپورت میکنه رم 4 رو؟ نه. و اینکه حالا تا چند گیگ ساپورت میکنه، همینا رو اینجا یاد بگیرید. حالا برای این هلپ دسک خیلی مفیده، کسی که میخواد به عنوان هلپ دسک کار کنه خیلی مفید است این دوره. برای کسایی که واسه خودشون میخوان سیستم جمع کنن داخل خونه، برای اونها هم مفید هست. کسایی که در فروشگاه سخت افزاری میخوان مشغول به کار بشن، کسایی که همه این افراد حالا نیاز پیدا میکنن، کسایی که کلا به علم کامپیوتر هم علاقه دارن، بد نیست که این موارد رو بلد باشن. خب بعد از این پس چی شد؟ اولین قسمت آموزشمون در مورد قطعه شناسی هست. در مورد قطعات باید صحبت کنیم. تا کپچر بعدی شما رو به خدا میسپارم.